با نام و یاد خدا، با تحلیل اونس جهانی طلا در خدمتتون هستم. امروز 29 آذر 1404 مصادف با 20 دسامبر 2025 میلادی هستش. ببینید دوستان، طلا، اونس جهانی طلا توی یک روند صعودی فعلا این ترند لاین صعودی رو حفظ کرده، ولی همونطور که در پست‌های و استوری‌های قبلی هم اشاره کردم، با تونست طلا در تایم فریم روزانه این مقاومت 4232 دلاری رو 4000 آره دیگه هولوش 4233 دلار رو بشکنه و همون مقاومت قبلی خودش رو دوباره تاچ کنه که حدود قیمتی 4364 دلار هستش. و خب به همین مقاومت واکنش نشون داد. این می‌بینید که کندل ها ضعیف‌تر و کمجون‌تر شدن. همینطور در این ناحیه ما شاهد در واقع اشباع خرید هستیم. ناحیه بالای 70 هستش، هولوش 71.57 و احتمال اینکه ما یک برگشتی رو به همین خط 4233 دلاری داشته باشیم وجود داره و احتمالش هم زیاده، چون که ما هم ابر کومویی که داریم، ابر کوموی سعودیمون ضخامتش کمتر شده، هم اینکه در این ناحیه که اگه مشاهده میکنید، اگه اجازه بدید من اینو براتون مشخص کنم، تو این ناحیه میبینید که ما حمایت آنچنانی ابر کومو رو نداریم، خالی شده. خب توی استراتژی ایچیموکو به این نواحی اصولا دره میگن و این نواحی همیشه جذب کننده قیمت هستش، یعنی احتمال اینکه در روزهای آتی قیمت تا 4233 دلار و پایینتر حتی 4186 دلار بیاد وجود داره. البته فعلا این خط روند صعودی رو حفظ کرده و خب ولی چون نتونسته این مقاومت رو با یک کندل قدرتمندی بشکنه، احتمال برگشت به قیمت‌های پایینتر و رنج زدن وجود خواهد داشت. توی تایم فریم هفتگی هم اگر بررسی کنیم، ببینید ما یه فاصله زیادی رو با قیمت و ابر کومو داریم. همیشه توی استراتژی ایچیموکو ابر کومو و قیمت در واقع به هم نزدیک میشن، یعنی ابر کومو قیمت رو به خودش جذب میکنه. هر موقع که این گپ بزرگ بشه، این گپ فاصله بیشتر بشه، خب احتمال اینکه قیمت به پایینتر بیاد و نزدیک ابر کومو بشه بیشتر خواهد بود. RSI هم باز در نمودار هفتگی در اشباع خرید قرار داره. تو تایم فریم 4 ساعت هم اونایی که میخوان از طلا نوسان‌های کوتاه مدت بگیرند، ما خب باز این ترند لاینمون حفظ شده، ولی خب ما میتونیم از همین قسمت هم یک ترند لاین صعودی دیگه برای طلا رسم کنیم و ببینیم که چه اتفاقی براش میفته. خب اگر از همینجا توی تایم فریم 4 ساعته یک ترند لاین براش رسم کنیم، میبینیم که این ترند لاین شکسته و داره در حال تکمیل پول بکش هستش و احتمال اینکه قیمت هول و هوش این قسمت ها 4332 دلار برگرده وجود داره. خب دیگه نکته دیگه هم که توی تایم فریم 4 ساعته هم توی RSI 56 هستش. خب نه اشباع خرید رو داریم نه اشباع فروش. حالا میشه گفت که بله، یک میشه در RSI اینطور در نظر گرفت که ما یه واگرایی منفی هم داریم. که احتمال اینکه قیمت نزولی بشه وجود خواهد داشت. انشالله که موفق و مؤید باشید.